میگم به شما دوستان گرامی، شما را به کانال خودتان یعنی دسترخوان کابل خوش آمدید میگم. من فاطمه هستم و آمدیم که غذاهای کابلی را برای شما آموزش بدم. پس با کانال خودتان همراه باشین و ما را تنها نگذارین، چرا که بودنتان دلگرمی ما است. خب در قدم اول 1.5 کیلو آردم میگیرم که در این کاسه میبینین. من اینو مندازم داخل دیگ. 1 قاشق چای خوری مای خمیر مندازم و 1.5 قاشق نمک مندازم. حالا که این مواد را اضافه کردیم میگیریم اینا را همگیش مخلوط میکنیم، گت میکنیم، مشت میکنیم و این خمیر خوب برز میتیم. خمیرتان اینمو تو مشت کرده برین، چون هر قدر که مشت کنین خمیر خوبش میه. ما کوشش کنیم که خمیر جور کنیم که نه اوگین باشه نه اونقدر سخت باشه، چون کار ما را سخت‌تر میکنه. یک نکته دیگر هم براتون بگویم که من مای خمیر 1 قاشق انداختم به خاطری که میخوایم که خمیرم زودتر برسد، چون من امشب مهمان دارم. نگفته نمانه که این 1.5 کیلو آرد برای 6 یا 7 نفر تیار میشه. حالا که خمیر ما تیار شده سرش بسته میکنیم و میمونیم در یک جای گرم که درست استراحت کنه. بعد از او که رسید رزواله میکنیم. خب حالا من میرم که کچالو را در یک بخار بندازم و جوش بدم. کچالو رو میمونم در سر گاز و سرش بسته میکنم. خب این از این خلاص شد. حالا میرم که گندنه و گشنیز بگیرم بشویم و ریزه کنم. گندنه و گشنیز ما ریزه شد، تمام شد. من یک دفعه برم سعی کنم که خمیر رسیده یا نه، چون 1 ساعت ما پوره شده. بله خمیر ما هم رسیده و حال ایره زواله میکنم. شما اگر تکه نخی دارین میتونین که در زیر از این زواله های خمیر آوار کنین. من تکه نخی نداشتم، من یک ظرف میگیرم آرد میزنم. خمیر ما هم زواله شد. حالا میرم که ببینم کچالوها چطور شده. بله کچالوهای ما پخته شده. اول بانیم که یخ شد باز پوست کنین. حالا من اینا رو رنده میکنم. 4 دانه سیر مندازیم رنده میکنیم. بعد از 1 دانه پیاز میگیریم سرخ میکنیم. 1.5 قاشق نمک مندازم، 1.5 قاشق مرچ سیاه مندازم. باز پیاز سرخ شده نیمش مانده باز اینو مندازم، چون روغنایش بیفته پایین که کچالوی کم نرم تر بیاید. تخم گشنیج و سبزی ها رو هم اضافه میکنم به کچالو. یک چیز زیر شور بتین خوب اینا مخلوط شده با یک دیگه. خب این هم از کچالوی ما که تیار شد. حالا نوبت گندنه است. گندنه رو که از قبل شسته بودم میگیرم روغن میزنم و همراه نمک اینا رو خوب مخلوط میکنم. حالا 1 دانه زواله بولانی رو میگیرم همراه دست خود هموار میکنم، چون زواله افتیده. اول میگیرم همراه دست خود ایره آستا آستا هموار میکنم. بعد از همراه تخته و لوله آردم زده ایره خوب هموارش میکنم. بولانی مکس کچالو را همراه گندنه میگیرم هموار میکنم. سر زیر بسته میکنم. بعد اینکه همراه دست خود را بسته کردم میگیرم همراه لوله 1 بار کش میکنم، چون بولانی نازک بیاید. اگر دبل باشه باز خمیرک میاد. یک نمونه بولانی سبزیجاته که گدوت کرده بودم تمام موادش ایره میگیرم پر میکنم.
هم خلاص شد. حال میرم که بولونی ها را سرخ کنم. مایتابه را سر گاز میمانم، روغن مندازم که خوب داغ شد. وقت داغ شد بولونی ها را مندازیم. حال بولونی را مندازم. یک طرفش سرخ شد، طرف دیگهش مندازم و همین رقم بولونی را چرخ میتوم و دیگهش مندازم و تمام بولونی ها را به می شیوه آماده میکنیم. بولونی ها تیار شدن و وقت افطار است و آماده خوردن. به همگی شما افطار خوب و خوش آرزو میکنم و امیدوار هستم که کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید. فعلا خدا حافظ.